من جوانبخت هستم، سرپرست تیم پشتیبانی توی شرکت آسانبار هستیم. شرکت آسانبار از سال 95 شروع به فعالیت کرده تو حوزه حمل و نقل و ماشین‌های سنگین و باربری که یه پل ارتباطی هستیم بین صاحب بار و راننده که میتونیم به هم وصل بکنیم و کار صاحب بار برای پیدا کردن راننده رو راحت‌تر کنیم و همچنین برای راننده خدماتی برای پیدا کردن بار توی هر شهری از نقاط ایران هستش. خدا رو شکر هر سال تونستیم رشد بکنیم در این زمینه. تعداد راننده ها و صاحب بارهای گسترده‌ای رو تونستیم جذب بکنیم و در حال حاضر هم مشغول به فعالیت هستیم. خب تیم پشتیبانی ما بزرگتر شد و همینطور کاربرانی که با پشتیبانی آسانبار در تماس بودن بیشتر شد و ما این حس نیاز رو کردیم که بتونیم یه سیستمی داشته باشیم، گزارشامون رو رصد کنیم، بحث این که به چه شکل داره پاسخگویی انجام میشه بتونیم بهبودش بدیم و یه سری دیتا و تحلیل دیتا نیاز داشتیم توی این زمینه. حس نیاز رو داشتیم که بتونیم یه سیستمی یک پارچه داشته باشیم روی وایپمون و این گزارش‌ها رو بتونیم به صورت ماهانه و سالانه اینها رو رصد کنیم و مقایسه کنیم با سال‌های قبلی. ما برای انتخاب یه سیستم یک پارچه روی وایپمون خب تقریبا بازار که توی این زمینه فعال بود و رصد کردیم، دموهای مختلف دیدیم و در آخر الوایپ رو انتخاب کردیم به خاطر حالا نوع گزارش‌هایی که بهمون میداد، سرعت خوب برنامه بود و اینکه اون داشبوردهایی که در اختیارمون میذاشت بسیار کامل بود و همینطور اون دسته‌بندی که حالا ما توی پشتیبانیمون چند تا قسمت داریم. توی این قسمت خیلی بهمون گزارش‌های ریز و خوب میداد که میتونستیم برای هر تیم رو رصد کنیم که به چه شکل هستش. این بهترین چیزی بود که در اختیارمون گذاشته شد. در حال حاضر تیم پشتیبانیمون بیشترین استفاده رو از این قسمت دارن میکنن و ما هم هدفمون توی تیم پشتیبانی بودش. گزارش‌ها و داشبوردهای خیلی خوبی در اختیارمون میذاره، پشتیبانی خیلی قوی در این موضوع داره و ما هر زمانی که نیاز به پشتیبانی داشتیم در اسرع وقت با همون در ارتباط بودن و مشکلمون رو رفع کردن و همینطور ریز جزئیات و گزارش‌هایی که در اختیارمون میذاره من کمتر جایی رو دیدم که چنین داشبورد و گزارش‌هایی رو بتونه بهمون ارائه بده.